أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدون از علمی سرف 12 درس گرفتیم و حالا باشد درس 13 را به سمع شما خواهم رسانید. کتابی بیدون درس 13، کتاب سرف، علمی گراماتیک زبانی عربی. موضوع درس ما و شما معلوم فعلی جهد است. ما و شما گفتیم عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. از این 12 تا ما 4 تاش را گرفتیم: فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول. این 4 تا را به تفصیل گرفتیم. امروز باشد پنجمش را میگیریم. از این 12 پنجمین چیزی که عرب اشتقاق میکند و عرب از اون کلمه میگیرد، این چی است؟ فعل جهد است. معلومی فعل جهد. ما شما معنای جهد را در گذشته خوانده بودیم که انکار فعل ماضی. اکنون میبینیم صاحب کتاب برای ما و شما درباره فعل جهد چی میگوید. صفحه 29. هر کسی که این کتاب را دارد در صفحه 29 میگوید که معلوم فعل جهد. ببینید، معلومی فعل جهد موضوع درس امروزه امان. میگوید معلوم فعل جهد را نیز 14 مثال است. چطوری که ما شما به اینها ما شما آشنا هستیم. حالا شما ببینید شاید تعجب کنید که چرا این فعل جهد است که فعل مضارع هست که ما خوانده بودیم. فعل مضارع، اینا ما فعل مضارع هستند، اما من این را به خاطر آن نوشتم که حالا فعل جهدش میکنیم چی کارش میکنیم. حالا این نوشتگی من فعل مضارع هست، اینها را اکنون من فعل جهد میکنم. شما میبینید که چطور فعل جهد میکنم. میگه معلوم فعل جهد را نیز 14 مثال است. ببینید 14 مثال در اون فعل مضارع خوانده بودیم. 6 تا برای غایب، 6 تا برای مخاطب، 2 تا برای متکلم. 14 مثال است. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. اون 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. این کلمه های هست که ما و شما در فعل مضارع خوانده بودیم، احتیاج به توضیح ندارد. اما اکنون حالا این فعل مضارع هست، من این را میخواهم فعل جهدش بکنم. چطور فعل جهدش میکنم؟ معلوم فعل جهد. دقت بتید، اهمیت بتید که چی کارش میکنیم. اولا در اولش یک حرف لم رو میاریم. ببینید حرف چی هستین؟ لم. لم لم این رو میاریم در اولش. حرکت آخرش که دمه بود، دمه را میگیریم. دمه را میگیریم، در جاش چی میمونیم؟ ساکن. لم یضرب اکنون شد فعل جهد. نو این فعل مضارع بود، فعل جهد شد. دقت داده چیکار کردیم؟ لم ماندیم، آخرش رو سکون کردیم. اکنون در اینش هم لم میمونیم. ببینید لم در اینجا حرکت نیست. چیکارش میکنیم؟ یادتان باشد ما و شما گفته بودیم امثله خمسه. امثله خمسه اینها بود نه؟ اینها همه در امثله خمسه می در آمدن. در امثله خمسه گفتیم بعضی وقتا نون حذف می شود، از بین می رود. اکنون انا همین جایی هسته که باید نون برود. اکنون دیگه ما احتیاج به نون نداریم. اکنون میگیم لم یضرب، لم یضرب، نون بر رفت. این لم نون را خورد، نون را از بین برد. اینجا در ضمه بود، ضمه اش را لم از بین برد. در اینجا چیکار میکند؟ دقت بتید. لم در آمد، آخرش در نون است. با همون امثله خمسه است. این نون از بین رفت، لم در آمد، نون از بین برد. اکنون ما احتیاج به یک الف داریم که اون الف فارقه هم دارد.
احتیاج به چی داریم؟ یک الف. این الف را میاریم، نون از بین میبریم، الف فارقه را میاریم. اکنون در اینجا هم همین کار را میکنیم. دقت بتید. لم آخرش حرکت چه میگیریم و مثل این چی میشود؟ ساکن. لم در اینجا حرکت چه کلن میگیریم. کلن میگیریم چی؟ نونه کلن از بین میبریم چی میشه؟ لم تضربه، لم تضرب، لم تضربه. اکنون یضربنه در اینجا لم رو میمونیم. لم آیا نون از بین میبریم؟ نه. چرا؟ زیرا که نون ضمیر است. مفترض نون دو نمود است، نون حرفی است، نون ضمیر است. نون های حرفی از بین میروند، نون ضمیر از بین نمیرود. پس اینجا هیچ تغییرات نیست. لم میدرد همون کلمه است، زیرا که این مبنی است، این تغییر نیابنده است، این شق شدگی است. لم یضرب نه، این به حال خودش میستد، فقط لم در اولش موندیم. باز لم در اینجا میمونیم، حرکت آخرش رو میگیریم، ساکن میکنیم. لم نون رو از بین میبریم، زیرا که این امثله چیه؟ امثله خمسه. امثله خمسه نون از بین میرود. لم تضرب، لم تضربا. اکنون اینجا چیکار میکنیم؟ لم رو اولا میاریم، این لم عمل دارد، نون از بین میبرد، نون نابود میکند. نون نابود کرد، به مثل اینجا احتیاج به چی داریم؟ الف فارقه. الف فارقه را میاریم. باز دوامش اینجا یک لم رو میاریم، دقت بتید. آخرش نگاه میکنیم، این هم امثله خمسه است نه؟ این نون از بین میبریم، نون از بین میبریم، آخرش چی میشود؟ حرف یا. آخرش حرف یا. این یا را جداگانه بنویسم تا اینکه فهموتر واضحتر شود. نون ما از بین بردیم، نون ما از بین چیکار کردیم؟ بردیم. شد لم تضربی، اصلش چی بود؟ لم تضربی نبود، نون از بین اینمی لم آمد و نون خورد، نون از بین برد. باز در اینجا همچنین لم رو می نویسیم، این نون را از بین برد، زیرا که امثله خمسه است. در اینجا چی؟ لم رو میاریم. اکنون اینجا هم تغییر این نون از بین می رود؟ نه، زیرا که مبنی است. پس این دو نون، نون های ضمیر می ایستاده، این شق می ایستاده، میخواد یکان چیز تغییر نمیتید. لم تضرب نه. اکنون اینجا در متکلم میگیم لم حرکت آخر از بین میبرد، ساکن میکند. اینجا همچنین لم حرکت بین از بین میبرد و چیکار میکند؟ ساکن میکند. پس حالا شد معلومی فعلی جهد. پیش از این لم رو بداریم فعل مضارع بود. لم که در آمد شد معلومی فعلی جهد. انا این را میگن فعل جهد. تقسیماتش را در فعل مضارع خوانده بودیم، حالا فقط معنیهایش را دقت بتید. اکنون همین طور فعل را جهد میکنیم. دقت بتید معنیهایش را. اون سه که مذکر را بود، اکنون 6 تا غایب، 3 تاش که برای مذکر که هست، اکنون این 3 تا را بیان میکنم. میگه اون سه که مذکر را بود، لم یضرب آخرش ساکن، یضربو بود، لم درما لم یضرب. ترجمهش نزد و امد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل جهد. نزد و امد در زمان گذشته. یضربو میزند و در زمان آینده بود. لم را موندیم، نزد در زمان گذشته شد. معنی را اهمیت بدید، معنی را تغییر میتید. اونجا میزد در زمان آینده بود، اینجا نزد در زمان گذشته. نزد نمیزند، نه نزد، اول نمیزند بعد میآید که اون را خواهیم خواند. لم یضرب نزد و امد در زمان گذشته. لم یضرب، لم یضرب. ترجمهش نزدن ایشان دو مرد در زمان گذشته، صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم فعل جهد. این دو غایب، دو مرد معلوم فعل جهد است. اینجا در نون لم از بین برد. لم یضربو جمع مذکر غایب، جمع مذکر غایب. ترجمهش نزدن ایشان همه مردان در زمان گذشته، صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل جهد. نزدن ویها مردها در زمان گذشته. لم یضربو نزدن ویها مردها در زمان گذشته، معلوم فعل چی؟ فعل جهد. 3 تا غایبی مذکر با آخر رسید. میگیریم 3 تا مؤنث را.
اکنون در سه تا مؤنث صاحب کتاب میگوید که اون سه که مؤنث را بود، یعنی که این سه تا را بیان میکند اکنون سه تا مؤنث، اون سه که مؤنث را بود لم تضرب نزد و زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل جهد. نزد و زن در زمان گذشته. اکنون اینجا در نزد و مرد، نزد و زن، اما و مرد و زن در کجاست؟ اینها را ما تفصیل دادگی هستیم، دیگه باز نمیگردیم. یا که نمیزنن وایها دو مرد کجا است، نمی وایها مردها، یعنی این چیزها را تفصیل دادگی هستیم، دیگر تکرارش نمی کنیم. همون در چیزی که در فعل مضارع گفته بودیم همون گپا است. فقط اونجا در میزد در زمان آینده بود، اینجا نزد در زمان گذشته هست. ترجمهش لم تضربا، ترجمهش نزدن ایشان دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل جهد. دو زن غایب معلوم فعل جهد. لم یضربن، اینجا گفتیم یگان تغییر نمییابد، زیرا اینکه مبنی میگن، این تغییر نیابنده است، شق شدگی است، به همین حالش میایستد. خب لم یضربن نزدن ایشان همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل جهد. نزدن زنها، همه زنها در زمان گذشته معلوم فعل چی بوده است؟ جهد. و برای غایب های زنها. اکنون 6 تا غایب به پایان رسید. میگذاریم در 6 تا مخاطب. چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که اون 6 که مخاطب را بود، اکنون 6 تا مخاطب 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اون 3 که مذکر را بود، اکنون را توضیح میتید، اون 3 که مذکر را بود لم تضرب. ترجمهش نزدی تو مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل جهد. نزدی تو مرد در زمان گذشته. لم تضربا، تو یک مرد. لم تضربا نزدید شما دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل شما دو مرد. نزدید شما دو مرد معلوم فعل چی؟ جهد. لم تضربو ترجمهش نزدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل جهد. نزدید شما همه مردها، از دو کس زیاد باشه گفتیم. اکنون 3 تا مذکر مخاطب به پایان رسید. صاحب کتاب میگوید که آن 3 که مؤنث را بود لم تضربی چی میشود؟ ترجمهش نزدی تو زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل جهد. ببینید نزدی تو زن. این را اکنون تو زن را از کجا گرفتیم؟ این را شما خودتان میدانید، زیرا که در فعل مضارع توضیح دادگی هستیم این چیزها را. اما نزدید را از همین لم گرفتیم. اصلا بود میزند در زمان آینده. همین لم درآمد نمیزندش کرده سای. نزدش کرده سای. نزد در زمان گذشته. اکنون لم تضربا دو زن باشه چی؟ دو زن مخاطب. میگوییم که لم تضربا نزدید شما دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل جهد. دو زن نزدید شما دو زن. اگر بسیاری باشه میگیم لم تضربن، اینم به مثل این گفتیم شق شدگی است و این مبنی است. میگوییم لم تضربن نزدید شما زنها در پیش من باشد، میگیم نزدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل جهد. اکنون این برای چی بوده است؟ شما زنها جمع مخاطبات فعلی معلوم فعل جهد. اکنون مخاطبم به آخر رسید. بعد از این چی را میگیریم؟ میگوید آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی آن دو تا که برای متکلم است. یکمش لم اضرب، آخرش ساکن، لم اضرب. ترجمهش نزدم من مرد یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم معلوم فعل جهد. لم اضرب نزدم من مرد یا زن در زمان گذشته. لم نضرب ترجمهش نزدیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته صیغه متکلم مع غیر معلوم فعل جهد. اکنون این بود فعل جهد و درباره اینها تفصیلات زیاد در فعل مضارع گفتگی بودیم و تفصیل زیاد دادگی بودیم. پس اینجا ما احتیاج به تفصیل زیاد نداریم. به همین معلوم فعل جهد را
بیان کردیم و معلوم فعل جهد به آخر رسید. اکنون اینها را چطور که فعل مضارع را ما 14 صیغه را یک جا میگفتیم، پس اینها را هم همچنین باید ما 14 تا را یک جا گفتنش را در ذهنمون خوب داشته باشیم. دقت بدید. مثلا یضرب، لم یضرب، اکنون 14 تاش را میگیم. اول 6 تا غایب، بعد مخاطب، بعد متکلم. میگویم که لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب. در جای همین قتله را بیاریم اگر میگویم که لم یقتل، لم یقتلا، لم یقتلو، لم تقتل، لم تقتلا، لم یقتلنا، لم تقتل، لم تقتلا، لم تقتلو، لم تقتلی، لم تقتلا، لم تقتلنا، لم اقتل، لم نقتل. یا که مثلا ذهب را بیاریم اگر میگیم که لم یذهب، ذهب یذهبو، پس میگیم لم یذهب، لم یذهبا، لم یذهبو، لم تذهب، لم تذهبا، لم یذهبنا، لم تذهب، لم تذهبا، لم تذهبو، لم تذهبی، لم تذهبا، لم تذهبنا، لم اذهب، لم نذهب. انا میتونیم هر بابی را بیارم. مثلا دهرج یدهرج، لم یدهرج، لم یدهرج، لم یدهرج، لم یدهرجو، لم تدهرج، لم تدهرج، لم یدهرجنا، لم تدهرج، لم تدهرج، لم تدهرجو، لم تدهرجی، لم تدهرج، لم تدهرجنا، لم ادهرج، لم ندهرج. و آخرین مثال میاریم باب 15 استخرج یستخرجو، لم را در اولش میمونه میشود که لم یستخرج. پس میگویم 14 صیغه‌اش را به این طریق که لم یستخرج، لم یستخرجا، لم یستخرجو، لم تستخرج، لم تستخرجا، لم یستخرجنا، لم تستخرج، لم تستخرجا، لم تستخرجو، لم تستخرجی، لم تستخرجا، لم تستخرجنا، لم استخرج، لم نستخرج. پس این هست 14 صیغه هایشان. پس اینها را شما خودتان چطوری که غایب و مخاطب و متکلم برای یک کس و دو کس و جمع و اینها را ترجمهشان را خودتان در دفتراتان بنویسید و یادرس کنید که مثلا لم یضرب، نمیزند وی مرد در زمان، نزد وی مرد در زمان گذشته. لم یقتل، نکشت وی مرد در زمان گذشته. لم یذهب، نرفت وی مرد در زمان گذشته. لم یدهرج، جر نکرد وی مرد در زمان گذشته. لم یستخرج، یعنی طلبی برآمدن نکرد وی مرد در زمان گذشته. همینطور ترجمه‌شون و باقی مونده‌شون رو نوشته بعد حفظ کنید، زیرا اینکه این بسیار برای ترجمه کردن زبان عربی به تاجیکی براتون فایده های زیاد خواهد آورد. پس این بود درس 13 ما و شما. درس 13 را در اینجا به پایان میرسانم و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. بارک الله فیکم و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.